هفته شاهد اوجگیری بی سابقه سگ دعوا بین مجلس و دولت بودیم. حرفایی به هم زدن که اگه توی نون بریزی سگ نمیخوره. حتی مقام عظما که همیشه تشریف مبارکشون رو به خواب میزدن گفتن چه خبره این دو صدایی؟ دعوا سر چیه؟ ساعت خواب حقلا خوب شد که یکی هست تو نظام که شب خوابش میبره. همه چی به همون ضرب العجل رو دست مونده ای برمیگرده که خودت هفته پیش همینجا بحثشو باز کردی. آخر شب هم چوب خوردیم، هم پیازو خوردیم، هم 100 تومان دادیم، هم دارن تازه ادامه‌ش هم ازمون میگیرن. تو همین رابطه حاجی زنوری رئیس کمیسیون امنیت مجلس رو خط این پا اون پا میکنه که توضیح بده. این پا که ساله جلز و ولز بکنه من دیگه نمیذارم. اینو هفته نوبت منو ورداری بگیری به یه مش مشنگ ندید بدید بدی که اصلا معلوم نیست چی میخوام بگم. 10 ثانیه بهش وقت میدم. حرفاشو زد نزد میکروفونشو قطع میکنی ها. بله آقای دکتر. زنوری تون بنال ببینم چی میگی؟ خشمی به کلاه قانون و مجلس و مقام معظم رهبری نیست. زمان تعیین شده منقضی شد، هیچ حرکتی انجام ندادند. نامه بحث آقای دکتر خودم به عهده میگیرم. برو ببینی. آقای دکتر بعد از شکست قهرمانانه به عقب نشینی حماسی نظام ساکت. من داور نیستم که کارت قرمز در بیارم به نشون بدم ها. من کارت قرمز در میارم که دیگه این چیزا لو ندی تو برنامه. فهمیدی یا نه؟ عقب نشینی و شکست خفتبار نمیگیم. از این به بعد تو نظام بهش میگیم توافق 3 ماهه. روشن شد یا نه؟ بله آقای دکتر. بله. مفتکم که ازت قبول نمیکنم 100 بارم بگی روشن شد. باید امتحان بدی. سوال: هیتلر آخر جنگ جهانی چی کار کرد؟ توافق 3 ماهه کرد، بعدم خودکشی کرد. باریکلا. برو سر سوال بعدی. آقای دکتر سوالم استراتژیکی نیست، راجع به روال برنامه است. مگه من مجری نیستم؟ مگه نباید شما هوای منو داشته باشید؟ که حرمت امامزاده رو متولی باید نگه دارد. حرف نزن خرابش میکنی نکس. آقای دکتر این کیه آوردیمش اینجا؟ اجازه بدین آقای دکتر به جای این خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه رو بیاریم که روی خط داره بالبال میزنه میگه من باید حرف بزنم. نه خیر، من اون دفعه بهت گفتم اینو دیگه حالا نباید تو برنامه را داد. ندید بدید اون دفعه افه اومد خارجکی برقور کرد، اونم با دستانداز که همه فهمیدن فقط میخواسته جستشو بگیره. من پاسخ شما رو به فارسی میدم که لوس نکن خودتو. تا عصبانی نکردی دکتر رو که کلان عذرتو بخواد بزن به چاک. منم پیشا پیش روز مادر رو به همه مادران تبریک میگم، الا مادر این با این بچه بزرگ کردنش. برگرد آقای دکتر به بس. برو ببینی من خلاصه شو بهت میگم، دیگه دونه دونه نمیخواد بپرسی. سرجم بحث اینجاست، نظام هرچی بازرسی قبول نکنه باید قیمتشو بده که نداره بده. هرچی هم قبول بکنه خب یه چیزایی لو میره، یه سوالایی میکنن که باید جوابای برتا بنا بدیم که دوباره همه چی رو لو میده، دوباره باید قیمتشو بده که دوباره نداره بده. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن بابای به پسرش گفت چشات چرا سرخه؟ یعنی چی؟ پسره گفت هیچی، یعنی همون جایی که هستین وایسین، هر وقت سبز شد حرکت کنین. جملهش تموم نشده بود که با کمربند افتاد به جونش. سب کن میرم روشن شد یا همچی بیفتم دنبالت با کمربند که دیگه از این سوالا نکنی. آیه دکتر ولی مقامات تو نظام میگفتن که اومدن گروسی به تهران خیلی پیروزی بزرگیه، تحریما متوقف میشه، پول میدن بهمون با پارو. نه که سب کن بینم دوباره ماریدی به جدول که تو نکنه رفتی حرفای اونوریا رو شنیدی که میگی پیروزی بزرگ. تا حالی دست واسه کی بود؟ تحریما که صفر شد، یه دعوایی هم انداخت اون نظام که حالا جمع نمیشه. یعنی خبر رو دیدی ها ولی تو تحلیلش زدی به دیوار. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه عاطفی شده بود، گفت بعد از رفتنت عقربه های ساعتم از حرکت ایستادند، حتی زمان هم متوقف شده. رفیقش گفت مشنگ باتری ساعتت تموم شده، بیا نگاه کن، اگه نبود بزن تو گوش من. دکتر بعضیا میگن به مقام عظما راهنمود اشتباهی رسونده بودن که اگه گرون فروشی بکنه همه دنیا باهاش راه میان. خدای نکرده شما که همچین راهنمود پرت و پلای بهشون نرسوندید. من که عقلم سر جاشه، ولی هر کی بوده حالیش نبوده.
که جست و پوزو باید کسی بگیره که زورشو داشته باشه. راهنمود اشتباه همینطوری آدمو صاف میندازه تو دره. من رو بابوی همیشه میفهمودم بذار بهادر عرض میکردم بله میفهمودن که مشنگه رفت تو جنگل وحش یه تابلو دید دم درش گذاشتن با خط بد که اگه تو جنگل با یه خرس روبرو شدید فرار نکنین، بشین تو چشماش نگاه کن، تکونم نخور، اینطوری حمله نمیکنه. خدا بیامرز نمون تا بفهمه که این تابلوها رو خود خرسه نوشته بود. آقای دکتر جمع‌بندی پایانی رو میخوام با اجازهتون برای اینکه خدایی نکرده اوقات تلخی ته برنامه پیشنهاد بسپارم به این حاجی صدیقی. باشه این دفعه رو سگ خور ولی با شرط و شروط. 10 ثانیه بیشتر وقت نداره، گریه هم نمیکنه. وضعیت نظام تو 10 ثانیه تمام. بگو ببینیم صدیقی. ما ضعیفیم، ای وای بیچاره شدیم، ای وای مصیبت ما را بیچاره کرد. بابا داغون کردی که با این خرف بازی زدی رو دست آی دکتر. آی دکتر این مشنگ گریان رو ولش کنیم، خودتون یه جمع‌بندی بکنید. خیلی خلاصه میگم آره اینو ولش کن. خلاصش اینه که جنگ و دعوای مجلس و دولت رو بیخیال. قضیه بیخدارتر از این حرف هاست. خود مقام عظما پشت قضیه بوده، از اون ضرب العجل دوزاری تا اون شکست مفتضحانه‌ای که توافق شما دکتر هنوز تکو خودتو مرکب شکست مفتضحانه توافق با گروسی خوش نشده دوباره زدن تو سر کله نظام که تحریما لغو نمیشه. ولی کور خوندن اگه فکر میکنن که مقام عظما از غرب بیشتر از همه چی میترسه. زنده باد آی دکتر، روحیه گرفتم. بله کور خوندن اگه فکر میکنن که مقام عظما از غرب زیادتر میترسه. مقام عظما از قیام بیشتر از همه چی میترسه. بعدش هم خب از جنگ و غرب و دکتر شما که زده رو دست این صدیقی گریون بدبخت کرده نظامو. آخه چطوری مقام عظما